و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب، بارک الله فیکم برادر عزیز. الله تعالی از شما نیز راضی باشد و رحمت و برکات خودش رو سرازیر کنه بالا همه ما. خب دوستان، شروع میکنیم به حلقه امشبی ما. خب طبق روش معمولی ما که درباره بعضی حکمت های بعضی آیات و چیزا رو صحبت میکنیم اطرافش، میشه باشد کمتر تغییر مسار میکنیم انشاءالله یا تغییر مسیر میکنیم و درباره بعضی از حکایه های خیلی هم دلنشین جهت هم حکایه های خیلی عبرت انگیزی صحبت خواهیم کرد که در طول تاریخ برای انسان واقع می شود و غرض از این فقط یعنی که غرض از این حکایه ها رو آوردن فقط ایمان خود مستحکم کردن و باوری به خدا زیاد کردن است. و انشالله امیدواریم که این برای ما یک درس خوب می شود. این حکایه که نقل کرده می شود این شب، من یک چند حکایه رو اختیار کردم تو اینکه در اطراف اون صحبت کنیم. و شما را میتونه در همون کامنت ها مثال فکر خودتون نویسه برادران در برابری گوش کرده سالان میشد که فکر خدا نویشه عزیزان بیننده. خب یعنی آدم از کجا مثلا مغلوب می شود؟ سبب شکست خورش چی می شود انسان در بسیار حالات؟ خب ما در یک چند روز گذشته، چند روز پیش یا دیروز یا 2 روز پیش نوار درباره چرا مسلمان ها مغلوب می شوند گذاشتیم که چخیل مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردند و چگونه مسلمان ها در اندلس یعنی که اسپانیا امروزه شکست خوردند و اسپانیا را از دست دادند. در اطراف همون صحبت میکنیم برادران. یعنی که چی سبب میشود که انسان محزوم میشه؟ چی سبب میشه که انسان شکست میخورد و مغلوب میشود؟ خیلی گفتم یک چند مثال. مثلا یک طبیب به نام سقراط داریم برادران. طبیب یونانی هست. یه همسایه دیگر طبیب داشته است. یعنی سقراط خودش طبیب است، همسایه طبیب داشته است. بعد باره در نزد پادشاه انکار میکنه که سقراط طبیب باشد. یعنی میدونه که بین دو انسانی که یک همکس باشن عادتا حسد میشد و یعنی که خودش از بلند میگیرد و نزد پادشاه میگه که سقراط کدام طبیب؟ میگه طبیبی ندارم. میگه خب بعد پادشاه گفت که اثبات کن که سقراط طبیب نیست. خب اگر که تو اثبات کردی که سقراط طبیب نیست، همون لقب طبیب کلانترین برای تو میدن. گفت در همین یونانستان. گفت که خب گفت راهش آسان است. گفت من گفت برای وای زهر میتیم وایم چی میکند برای من زهر میتید. کسی که مرد برادران میگه کسی که مرد میگه همون زنده ماند کسی همون طبیب تو میشود، یعنی که طبیب معروف تو میشود. یا اینکه کسی که خودش معالجه کردونه در حقیقت همون طبیب همون است میگه. خب سقراط هم راضی میشود. بعد 40 روز وقت میتیم برای همین چی تیار کردن، زهر تیار کردن. سقراط 3 نفر دعوت میکنه خانه خودش. خب با یک هر دوشون همسایه گفتیم که بعد در همون روی حولی، اون وقت حولی و مایده روی حولی میبیاند و همون یک ظرف هم میگیرند، همون آبی که در اون گویی که زهر آمیخته شده است 40 روز گویی که در اونجا زهر چی میکنن تیار میکنن، گویی که زهر تیار میکنن و هر روز اون همسایه طبیب مثل میشنود. یعنی که از جهت روانی، از جهت پسیخیکی و آدم اتاک کردن میگیرن هر روز. خب خلاصه 40 روز میگذره. بعد میگن که اکو چی کنیم، بیا به سقراط رو پرشیم. بعد پیش هم میروند. بعد یکم سقراط میگیرد همون آب زهرآلودی که میخورد همون همسایه چیه. وقتی میخورد رنگش زرد میشود، تغییر مییابد
لیکن خودش بعد 1 ساعت معالجه میکنه دیگه با یک روشه همون گویم که آنتی زهر استفاده میبرد و زهر دیگه تاثیر نمیکنه. میگن که این سقراط و همین که میگه پیاله گرفت و به همون پیاله گوی که آب زهر آلوده به همون همسایش داد، همسایش خورد و در جایش مرد، وفات کرد. بعد گفت که حیران شد پادشاه، گفت که چه خیر مرد، گفت خوش معالجه نکرد. سقراط گفت که التماس، گفت من خوب گوش کنید، گفت من اینو نکشتم، گفت من اینو زهر داده نیست، من آب صاف دادم، گفت براش. لیکن اینه گفت همون چیزی که در داخلش اینه که روانش از این پسیخیکی که این آدم ترسیده بود، همون ترس و وهمش این آدمو کشت. گفت چون که من 40 روز زیر دیوار وای آمدم، همون 3 نفر انسان رو دادم، یک تاش ظرف داشته میشد، دو تاش دیگه آب میگرفتن میریختن خالی میکردن، میریختن خالی میکردن، به همین شکل میگه همین انسان وفات کرد. یعنی آب صاف خورده گمونی زهر کرد و وفات کرد. پادشاه گفت که خواهی من، گفت همین چیزا میخورم، من این چیز زهر نیست، گفت آب صاف است. خلاصه چی از برادر اینجا؟ اینه که اینجا سبب وفاتش همون شکست خوری خودش است. یعنی که با اگر مثال آسان‌تر کنیم میگه میگن که غزال هست کو آهو میگن وقتی میدود در 1 ساعت 90 کیلومتر میدود. میگن اگر تیز دود 90 کیلومتر در 1 ساعت، یعنی که میدود. شیر باشد میگن 58 کیلومتر میدود در 1 ساعت، یعنی فرقش قریب که 1 برابر است، هر دوشا فرقیتش قریب به نزدیک به. لیکن میگن شیر میتونه که آهوی صید کند و شکار کند و خورد. چرا؟ گفته برامدن که سببش همون در داخلی همون غزال، یعنی که در داخل همون آهو خوف است که همیشه همون خطر احساس میکند و به سبب اون که همین خطر و در دلش جوش زدن میگیرد، همون خطر یعنی که فکرش پریشان کردن میگیرد، بیچاره غزال چی میشود؟ یعنی که آهو تومه شیر میشود. یعنی اینجا یعنی که انسان میخواهد که تعلیم ده که انسان نباید که از درون مغلوب شود. یعنی که به اصطلاح یعنی که انسان باید دل گرده داشته باشد. یعنی که این شیر مثلا پیشکی دل گرده آهوی میگیرد، آهو به این شکل گرفتار میشود. خب یعنی که اونجا چخیلی که سقراط همسای خودش به این شکل نابود کرد. یعنی که مثال دیگری از سیره پیامبر میبریم برادرو، بین امیة بن خلف و بلال بن ابی رباح. یعنی اگر ببینیم امیة بن خلف یک مرد نمایان، یک مرد صاحب سخن و صاحب مرتبه در بین قریشی ها بود، اما بلال باشه یک غلام بیچاره بود. اومد بلال زد، کوفت، بالی سینهش سنگ کلان ماند تا اینکه بلال از همین دینش گردد. لیکن بلال از دین خودش نگشت. یعنی بلال از درون شکست نخورد. بلال رضی الله عنه از درون شکست نخورد. خب اینجا وقتی که از درون شکست نخورد، امیه رو بلال مغلوب کرد. بلال رضی الله عنه امیه رو مغلوب کرد. برعکس وای سید بود که وای خواجه قومش بود، وای پیشوای قومش بود. یک غلامی که تن نداد و یک غلامی که مبارزه بود با وجود خودش، ظاهرا این به غلام است و وای خواجه هست، اما باطناً بلال خواجه هست و این امیه غلام است. چرا که بلال تن نداد، گفت احد احد. خیلی در کتاب سیر آمده است، یگانه هست. گفت خدای من یگانه هست. گفت سنگ میمونی، جلد میکنی، من در رمزنی، این گرمی عذاب میدی، چی نامعقوله میکنی؟ کن گفت ما از این چیز چی نمیشم. خب اگر باز از دیگر طرف هم بریم که بلال چی است؟ مرد آزاده هست، چون که بلال بنده خدا هست. بلال بنده نیست، بنده مخلوق نیست. اما امیة بن خلف بنده مخلوق است، بنده چوب و سنگ و همون چیزایی که در اطراف کعبه نصب کردن، بنده همون چیز است. بنابراین اینجا بلال رضی الله عنه با قوت دل خودش، با قوت ایمان خودش، با قوت روان خودش بالای این شخصی که گرچه که کلان مکه بود، از انسان‌های بابر مکه بود، غالب اومد. نمونه دیگر برادر به همین چیز، یعنی که این سیوم قصه است که به همین معنا داره، میگه که انسان باید که از درون باید مستحکم باشد. اگر انسان از درون شکست خورد، دیگر ظاهرا هم شکست میخوره. مثلا وقت فلسطین یهودا اومدن برادر، همون سالی جنگ از همه گویم که وزنین ترینش بعد از سال 36 سر میشه، سال 48 هم دولت ایران شدن اسرائیل اومدن برادر، گروه های تروریستی یهودی می اومدن
موسفیدم میکشتن، کمپرم میکشتن، مردم، زنم، پسرچم، دخترچم، کودکم، شیرخوارم، کسی رو رحم نمیکردن. خانه های ویران میکردن. مثلا کشت و کارو رو تمام نابود کرد میپفتن. هیچ چی رو نمیگذاشتن. همه چی رو نابود میکردن. یک اون چیز باقی نمیمون. لکن میگن برقصد یک نفر یا دو نفر زنده میگذاشتن، تا اینکه یک نفر دو نفر زنده موندگی دیگر قشلاق‌ها رو واهمه کند که ای وای یک قوم وای آمدگی است که و هیچ کس برابرش نمیتوند و یا نه مسفید رحم میکنن، نه کمپیر رحم میکنن، نه کودک گواره رحم میکنن، نه زن رحم میکنن، نه مرد رحم میکنن، نه درخت، نه خانه، نه زمین، نه کشتکار، نه هیچ. همه چی ما رو نابود کردن. دیگر اون قشلاق حالی یهودان رفته الکی چون روح افتاده میشنن، روان اونها دیگر می افتاد، دیگر خود به خود میگرفتن، قشلاقای خودشون ترک میکردن میرفتن و یهودا میموندن راحت اون قشلاق‌ها رو از خود میکردن. خب این من یکی از سبب‌های چی است؟ انسان شکست خوریش است. دیگه هر قدر همون انسان از بهترین یاروخوار هم در دست می‌داشت، همون انسانی که از جهت درونی مغلوب شده هستند. مثلا نمی امیه مثال آوردیم که کلان مکه بود، لیکی چو کرد نتونست که در برابر بلال غلامی خودش ایستادگی کنه. خب برای همین خیلی مهم است یعنی که دلدار شدن، گرده دار شدن برای شخص، برای انسان خیلی مهم است، تا اینکه چه کند برادر از خودش دفاع کند، خودش کارش پیش برد، خودش یعنی که بنده کسی نشود، غلام کسی نشود. خب برادر این یکمین داستانی بود که در اطراف همون صحبت کردیم. دوم داستانی که به همین نزدیک است، به همین معنا خیلی درباره کرامت انسانی گپ میزند، انسان آبروش گپ میرود، درباره ناموس انسان گپ میزند، درباره عار انسان گپ میزند، درباره عار و عاریت گپ میزند. برادران میدانیم که بریتانیا هندوستان مستملکی خودش کرده بود، یعنی وقتا 200 سال 250 سال پیش. بعد یک جنرال هندی میگن، جنرال نه یک افسر، یک افیسر کوچه میبرد و یک هندی میبیند برادر، وقتی هندی رو میبیند یک شپلاق میزند. وقتی یک شپلاق میزند این مقصد می افتاد این افسری بریتانی و بیگاهی میبود و پیش جنرال شکایت میکنه، میگه که مرا یک هندی زد، من یک شپلاق زد. مثلا چه جرأت کرد میگه که من افسری ملکه، مثلا ملکه بریتانیا هستم، دولتی قدرت است، دولتی بزرگ است. خب چه خیلی میشود این گفت. بعد این گفت که جنرال گفت که حاضر گفت یک 50,000 پول گیر، گفت 50,000 پول به همون مرده که توی زد همون فرستم. حیران شد. خیلی با یک همه خیلی عسکری قطاری 50,000 پول برای مردک فرستادن و این مرده که همون هندیه که این پول دید گرفت، خرسان شد، گفت دیگه این برای من سرمایه بشه، دیگه تجارت میکنم و زندگیم پیش میره بود. بعد برادر در حقیقت همین خیلی شد، گرفت تجارت شروع کرد، خاندار شد، زندار شد، ثروتدار شد، دیگر واهمه خدمتگار و دیگر حشم و خدم و این آن و کوچه ها میگشت واهمه کرد. بعد وقتی که آبرومندی همون قبیلی خودش شد، مردم دیگر فلانچی پولدار شد، فلانچی وایدار شد، احترام میکردن که همین جنرال. بعد افسر گفت که راو گفت که هم مرده که یک شپلاق زن گفت، لیکی پیش همون خدمتگاراشو پیریم زیر دستاشو پیش همون چاپلوسکاش یکتی میزنه. بعد میبینه که چه خیلی بشه رد فعلش. خب بعد همین افسری که شرط خورده بود از همون وای هندی رفت و نزد همون که کارگراش، نزد سکرترش و چایکشانوکش و خدمتگارش یک شپلاق زد و انسانه. یک شپلاق زد و هندی حقارت و داشتم داد که و هیچی نگفت. هیچ گم نزد براش. همون خیلی کله جمانه هندی خودشونو کرد و خب ایستاد خندیده. حیران شد دیگر این چیزم. خب بعد این افسر پیش جنرال آمد و گفت، جنرال آمد که جنرال گفت که خیلی چی دیدی؟ گفت چی شد؟ گفت من حیران. گفت من رفتم، گفت زدم، گفت یکم بار گفت من زد، گفت من کوفت، من شرمنده کرد. دوم بار نزد آدمای دیگر زدم، گفت خب شیست گپ نزد، گفت جواب نداد. برای خندید فقط با من هندیانو کلش خیلی جمودو. بعد بعد این جنرال گفت که دیدی؟ گفت انسان وقتی که بار اول زدی، گفت وای بغیر از کرامتش
به غیر از احترام انسانیگریش، به غیر ناموسش، به غیر آرش، به غیر آر و آریتش دیگه هیچی نداره. برای حمایی همون آریت خودش دیگه خستو توی زد گفت گرشنه که تو مثلا اینقدر قدرت داری، تو افشار دولت است، تو دولت به قوت مثلا شهروندش است. اما گفت بار دوم وقتی که تو رفتی گفت پیشوای دیگر تجارت داشت، منفعت های شخصی داشت، خدمتگار داشت، این داشت، وای داشت و آدم دیگر میدونست که اگر این کارو کنه، اگر این از یش بلاق میزد چی میشه برادر؟ همه این چیزش میمون. برای همین چی شد؟ پیشی همون خدمتگاری خودش همین چیزایی رو تحمل کرد، همین اهانت، همین تحقیر، همین پستی رو تحمل کرد فقط برای خاطر مال خودش. دیگر کرامت و آبروی از دست داد مثلا. خب یعنی که اینا پسیخولوگ بودن، در حقیقت آموخته بودن مردم رو چی خیلن. خب برادران، باز به همین مثال نزدیک گیریم اگر میبینیم که بعضی مثلا انسان ها هستن که خیلی کرامت خودشون مثلا با زمین میدنن برای خاطر مثلا گیریم محبت. با تو چی دارن مثال دارن که آیا همین محبت و عشق میگد با کرامت، با آر و آریت برای هست یکون علاقمندی داره یا ندارد، یا که وقتی که اینش باشد اینش نمیشود، اینش باشد اینش نمیشود. یعنی به معنی اون که گوهی میشه که چقدر نامعقولی ها رو نمیکنن جوان ها. مثلا وقتی که یک دختر ناز میبینن یا دختر وقتی بچه ناز میبینن، به چی تحقیرها مثلا راضی نمیشوند. مثلا برای وجد اون که خوابش حرام میکنه، برای وجد این قشلاق به این قشلاق، این شهر به این شهر میره، برای وجد قرض میگیره، برای حاضی مثلا گیریم اگر بعضی مثلا جاهل هاشه در نظر دارم میگه که برای هشتم مرد میره ممکن قرض میگیره، زوری میکنه، نالو میکنه، این فریب میکنه، وی فریب میکنه. و دختری دیگرش میگه برای 23 فوریه برای این انجام خریدن و برای این یگان چی خریدنش اینه و چی میکنه، خودش خور زور میکنه برای همین. خب وقتی که اگر با عشق یک طرفه باشد که چی میشد؟ یعنی که یک طرف باشد تماما ناموسش نمیماند، تماما آبروش نمیماند. یعنی مثال این دو طرف اینش مثلا ابراز عشق میکند، اینش پروا نمیکند. خب یعنی که اینجا چی میشد؟ کرامت انسانی زیر پا میشد. یعنی که انسان باید که به این درجه باشه که به نام عشق شده انسانیگری خودش، کرامت انسانی خودش از دست دهد. یعنی که بعضی آدم میگه که برادرو برای یک لقمه نان شده، برای ریزق شده چقدر خودشون پسته میزنن. خب هر چی مثلا به کله میگیرم مثلا وای به هر حال این ریزقی که مثلا و چی میشه به کرامت انسانی رو زیر پا کرده به دست میارن. از روی حرام به دست آورده میشود، از روی چاپلوسی به دست آورده میشود، از روی مثلا خبرکشی آورده میشود. مثلا یک کارخانه میشود، مدیر کارخانه همون انسان بالغ کارگروه خود جاسوس میموند که باید که تو هر شخصی چی میگه، چیکار میکنه، کی میبرد، کی میدارد، همش با خبرتی برای من. وای بر حال یک زندگی که انسان به این شکل زندگی کنه مثلا. خب فقط برای خاطر خود مثلا وظیفه بالا رفتنش دیگه انسان میفروشد و باید وظیفه‌ش همین است دیگر. یعنی این خیلی کرامت انسان میشود. خب بنابراین کرامت تو از همون محبوب و محبوبه تو بالاتر است. از همون یک پارچه نانی مثال که گشنگی داری تو، خودت تو افضلتر است، بهتر است، کرامت تو از همون مهمتر است برای تو. خب چون که آدم بی کرامت بی هیچی است، آدمی که بی آر است هیچی است، آدمی که بی ناموس است هیچی است. برامون انسان باید که در فکر ناموس خودش باشد همیشه. انسان نباید که برای یک محبوب خدا شدن ناموس خودش زیر پا گذارد، برای آوردن ناموس خودش زیر پا گذارد یا برای دیگر شده. چون این انسان چه خیلی گفتیم بی کرامت، بی ناموس، بی عوریت و انسان نیست، هیچی است و هیچی ندارد دیگر. چون از همه چیز قیمت ترینه که انسان دارد همین چیز است. خب
یه حکایه دیگه میارم برادر، بعد به همین صحبت پایان میبخشیم. و انشالله مستندا رو زیاد میکنیم، انشالله خیلی از بالاش کار کرده سرم برادر عزیز. خب حکایه هست که برادر یک پاشو خیلی سرزمینی کلان داشته است. یه روز میبراید و یک سرگذشت خیلی دور و دراز میکنه، این طرف اون طرف، این طرف شهر، این شهر به این شهر، این ولایت به این ولایت میرود، احوالی مثال مردم خودش با خبر میشود. لیکن بسیار بیان که راه اینقدر وضبه برادر عزیز، پاهوش ورم میکنن، پاهوش ورم میکند. بعد یک دستور عجایب میبرد، میگه که من دستور میدیم که میگه باید که تمام راه های همین مملکت جلد پوش کرده شود، یعنی که پوست باید پوشانده شود تا اینکه آدم تواند که بالای وی پیاده راه رود، یا به اصطلاح شاید نمد پوش شود یا گلیم پوش شود که من آینده یا که هر یک شهروندی که میخواد اینجا به اونجا رود پاش ورم نکرده، رنگ من عذاب نکشیده راه رود. بعد داخل به او وزیر گفت این کار ناشدنی است، این مملکت ما چندین هزار کیلومتر کوادراتی است یا چندین میلیون کیلومتر کوادراتی است، خیلی گفت ما اینجا به هم میشه مثلا پوستی یا حیوان اونجا پوشته مثلا راحت جلد پوش میکنیم، مثلا این کار ناشدنی است. یک وای مشورتچی خیلی زیرک داشته، میگه که آخه جناب پادشاه این کار محال است، این ممکن نیست، این کار شدنش این میدونی چند قدر پول براش باید صرف کنیم، چقدر مال باید سر زنیم تا اینکه این کار شود. لیکن بیا میگه بجای اینکه این کارو کنیم خودی تو میگه یک چیزی پوچکو یک چرم پیچونیم، یعنی که مثلا که کفش سازیم برای تو هم کفش پوش و گرد گویی که تو با چی باشه زمین گویی که همین جلد پوش شده است. خب بعد همون چه خیلی که خواستی همون خیمش از زمین برای تو پاشا معقول شده می فکر. بعد برای یک کفش ساختن تا اینکه به حضور چی رود. بعد میگن که به همین شکل زنی کفش ساخته شد و کفش دیگر همه جا باید پهن شد، یعنی که این تاریخ پیدایشی کفش است برادر عزیز. تاریخی پیدایشی کفش همین است که این پادشاه میخواست که همه جا رو جلد پوش کنید و پوست که همه جا رو پوشاند تا اینکه آدم ها پاهاشون اذیت نبیند. لیکن وزیر پخته گفت که نگو جلد پای انسان رو باید جلد پوش کنید، چون که پای انسان اگر یک چیزی باشه که مثلا 30 سانتی متر چیز که ما مثلا پای انسان رو میپوشونیم انسان راه میرود، اینقدر برای دولت وزن نمیافته. لیکن آخه تو این گفت پوست باید کنید، نگو تمام دولت خزینه‌اش به این صرف میشود. معناش چی است این قصه برادر؟ اینه که همه میخواد که عالم تغییر دهد، لیکن هیچ کی خودش تغییر دادن نمیخواد. چه خیلی که اینوز پادشاه دیدیم خواست که عالم تغییر دهد برای خاطر که پاچکش ورم کرد وقتی بالای زمین رفت بود، بالای سنگ راه میرفت. لیکن وقتی وزیر گفت خودش، لیکن فکری در فکر تغییر خودش نبود، لیکن وزیر وقتی فکر داد فکر قبول کرد و خودش تغییر داد. خب بنابراین وقتی که آدم خودش تغییر دهد دیگر اطرافش هم برای تغییر میاد، خواه نخواه، البته اطراف محیط هم برای به چشم دیگر نگاه میکردگی میشود انسان. خب برادر مثلا اگر مثال دیگری بیاریم برای این مسئله فهمیدم ما، مثلا بشه که گوییم که دو تا انسان است، هر دوش پسرش وفات کرد، مثلا هر دوش پسرش غرق شده مرد یا اینکه ماشین زده کش بلای شد، مثلا یک تاش میبود و میگه که ای خدا بغیر من دیگه یگان انسان نفت که منو به بلا گرفتار کرد، میگه دیگه آدم نبود، چرا قرعه خدا بالی سری من افتاد. خب دیومش چیکار میکنه؟ دیومش هم مثلا برادر خفه است، غمگین است، بیچاره است، میگه که خیلی کن تقدیر خدا بود، همین الله تعالی هم خیلی نصیب کرده برای من، فرزند من به همین را وفات کرده است، خیلی چیکار کنیم دیگه علاج نیست. خب انا کنم برادر یکمش چو کرد؟ به خدا اعتراض کرد. دیومش به تقدیر الله تعالی راضی شد. اینم غمگین. خب لیکن اولی که غضب کرد و خشم کرد به خدای تعالی و این پسرش گشتن آمد است برای خشم وحشت خدای تعالی، بچه‌ای نداره است. دیومش هم راضی شد به قضای خدای تعالی، به تقدیر خدا راضی شد، سرش خم کرد و هم غمگین است، لیکن الله تعالی برای چی؟ مثال وای هم چی نداد الله تعالی، فرزند چه گردان نداد،
نه اولیه گردان داد فرزندش، نه دومی رو فرزندش گردان داد. خب در حالی که نظری هر دوش به همین مشکل چی بود؟ دو خیر بود. لیکن برادرها نظری اولی چی شد؟ در دنیا در نظرش یک چیزی تاریک نموید، غم و غصه فقط است. اما دومی چی شد برادرها؟ دنیا رو الکی به همون چیزی که به اصطلاح حاضر کنم ادپتاسیون کرد، خودش عادت کنند الکی. خیلی گفت نصیبه چیکار کنم، باید زنده کرده نشود دیگر، باید دیگه با پا آورده نشود، من چیکار کنم؟ گفت نبریم به تقدیر الله تعالی راضی شد. خب برای فرق میکنه چشم آدمی که به یک چیز به رضای خودش نگاه میکنه و چشم شخصی که به یک چیز چی به خشم و غضب نگاه میکنه و فقط برای خودش تاریک میکنه دنیاشو، برای دیگران نه. چخیلی که اولی برای خودش تاریک کرد، دومی برای خودش دنیا رو دیگر با دنیای نوی کشف کرد، یعنی که دنیای بی فرزنده مثلا. خب باز مثال برای فهموشتن برادرو، یک قشلاق هست، بسیار قشلاقی کم بغل است، بیشتر آدم به زور زندگی میکنن. همین سقف خانه مثلا بام خانه شکاف است، همونجا بارون میبره برادرها. خب بعد بارون میبره، بارون از اون بالا چیز خانه آدمو چی میداره. بعد یک تا آدمی که همین خانهش همین خیلی شدیگه است، خسته حقارت میته که این بارون رو فلان کنم بسمدام کنم دیگه جون است، چوی قم میباری بیزار کرده باریدنه. خب یک آدم دیگه برآمد به جای اینکه بارون رو حقارت کرد، برآمد بومش ساز کرد، برآمد بومش اصلاح کرد، مثلا اون اندامه کرد، اون مون بالوش که دیگر همون بارون خانه هم آدم نداره. خب که بنتون برادرها، اگر همون بارون باز میبارد که دوم بارو دیگر خانه اولی چی میشد و خانه دومی چی میشد؟ خانه اولی که برآمد بارون داشت نمود با همه بارون شکل نمیگیرد، اما اون که برآمد خانه خودش بومش اصلاح کرد دیگه بالای وای بالی خانهش دیگه بارون نمیچکد. خب چرا برادرها؟ چون که انسان دومی درک کرد که پرابلم این بارون نیست، بارون خانه خوب آسمان قبضه نمیشه، یعنی چی نیست که زونتک با این دوریو تمام آسمان بارونش نمونی فرامدن. گفت که این پرابلم دامن از گفت بالای بوم، من گفت شکاف، من باید شکافی بوم چی کنم. خب اما یکمی چی ابلهی کرد، گفت که خیلی این گفت اگه بارون از بارون نباید بارد، گفت خانه خودش اصلاح نکرد. خب یعنی که این دنیا همه خیلی میموند، هزارها سال بماند، ممکن که صدها سال بماند که باردن میگرد، بارون باردن میگرد، لیکن ما باید همون بارون مطابقت کنیم خودمون با همون حیات، باید که انسان خودش مطابقت کنه. خب یعنی که معنی که پنج چی هست، یعنی که هیچگاه مثلا بین برد هیچ وقت مثلا گیریم که تاکسی سوار شو هیچ وقت در دنیا بی پول نمیشه، اتوبوس سوار شو هیچ وقت در دنیا بی پول نمیشه، یونیورسیته خوندن بی پول نمیشه، بانسر رفتن بی پول نمیشه، دکترم بری بی پول نمیشه، هیچ وقت دکتری دندان هیچ وقت بی پول کار بود نمیکند. فهمو؟ هیچ وقت انسان به درس خوندن از امتحان نمیگذارد، کار همیشه کاری مشقت بار میموند. همه انسان باوری کامپیوتر هم شده کار کند که وقت برای مشقت است، ذهناً مثلا عذاب میشه، چشمش عذاب میشه. یعنی انسان دیگر است که مثلا مردی کاری کنه که میکنه بدنش تمام عذاب میکشه و آدم که از جهت جسمانی. خب این همین چیز میمونه تا آخر، تا دنیا هست، تا دنیا پا برجا هست همین شکل میره. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید خودمون با هم موافق کنیم. هیچ وقت یعنی انسان ریسک به روش آسان به دست نمیارد. البته انسان عذاب میکشه برای اینکه ریسک به دست بیارد. یا می چه گرفتن دیپلم گرفتن کار آسان نیست، 5 سال میخونی، کلاغ آب میکنی، امتحان میداره، امتحان میسپری، میگذره از امتحان. خب نمیخواد. بنابراین باید که انسانی که همون گویم که بومش کجلک است نباید که از بارون گیله کند، بلکه از شکافی بوم خودش گیله کند و همون شکافی را محکم کند. اگر انسانی که گمان میکند که در دنیا ابدی میماند، انسانی که گمان میکند که فرزنداش تا آخر عمرش با همون میمانند و با همون زندگی میکنند و 100 سال و 1000 سال زندگی میکنند، انسانی که گمان میکند که یونیورسیته در یک روز تمام میکند مثلا، خب انسانی که گمان میکنه که در یک روز میلیونر میشود، یعنی این فکرای چی است؟ افسانگی است. یعنی یک انسان که در یک سیاره دیگه زندگی میکنه آدم.
در سیاره ما نیست. سیاره ما به همین شکل است، به همین شکل روانه هست برادر عزیز. بنابراین باید که انسان خودش چی کند؟ به همین چیز موافقت کند، به همین نمود زندگی و از قضا و قدر الهی راضی شود و کارش پیش برد. ما اینه که هیچ وقت قضا و قدر الهی راضی شود این معنی این نیست که انسان یک انسان پسیو نشود، یعنی که معنی اون که شد همه چی از طرف خدا از یه جو شناد نیست. یعنی این میگه از خدا هست راضی میشد لیکن کار میکنن، از خدا راضی میشد از همون تقدیر الهی لیکن حرکت میکنن. فرق از بین این دو چیز. چون ما گفتیم درباره درس‌های پیش که درباره سبب مثلا پیش گرفتن انسان نباید که سبب رو فراموش کنه. سبب در حیات انسان یک چیزی مهمی است برادران. خب یعنی که اگر همین حکایه‌ای که از ما نقل کردیم یا بعضی مثالایی که آوردیم اگر درک کرده باشه، همش برای خاطر چی؟ انسان از درونش، یعنی که در درون انسان یک قوه نیروی که کلان نهفتگی است. باید که همون نیرویی که در درون ما نهفته است همون ما بیرون کنیم. باید همون نیرو رو استفاده بریم. اگر استفاده نبریم حال همون حکایه‌ای که در اول گفتیم در دومش کنیم در سومش گفتیم. خب مقصد از که نشستی همیشه به همین بود که برادران انسان نباید روحان شکسته شود. انسان نباید که مشکل در دیگر جو کند بلکه در خودش کند. وقتی کارش پیش نرفت باید که خودش محاسبه کنه، خودش گفتگو کنه که چرا این خیلی شد که من کارم قفا رفته است، چرا این خیلی شد که من سوس شدم، چرا این شد که مثلا دخلی من سوس شد، چرا سلامتی من سوس شد. همین اینو باید انسان چی کنه؟ معالجه کنه خودش رو برادران. خب اینجا سلام علیکم برادران. خب اینجا برادر ما الحمدلله بوده نامشون گفتن که یه دختر نامزد کردیم و سومش هم دادیم که چیشه دادیم و کم کم گپ زنی میشود. یا نه برادر تا اون زمانی که نکاح نشود شما گپ زنی نمیتونید، شما نامحرم حساب میشوید. گرچه که وای چیزی که بین شما اصلا وعده هست، وای وعده داده، شما گفته وعده داده که وای میگیره، وای وعده داده که به شما میرسد، لیکن احتمالی چی هست؟ احتمالی نرسیدنش هست، احتمالی از وعده گشتنش هست. بنابراین به حالی برای شما یگان محرم حساب نمیشود. چخیلی میگن که الخطبه لا تحرم شیئا ولا تحلل شیئا. نه خطبه یعنی که وقتی خواستگاری میشود نه یگان چی حرام میکنه نه یگان چی حلال میکنه. نه حرام نمیکند معنیش نیست که اینه که دختر حالی مادرش برای وای چی نمیکنه، چیزی خشتبارش محرم نمیکنه دینا برای وای، یا که خود دختر قاپیدنش برای وای حلال نمیکنه این چیز. خب برادر عزیز تا عقد نکاح نشود گرچه این گپ‌های بیهوده هم نباشد گپ زدن درست نیست برادر و حالی نامحرم حساب نشود. خب خدا نگهبان تو باشه. این برادر گفتن که قرآن به طهارت از روی تلفن خواندن ممکن است یا نیست. خب برادر این مسئله هم مسئله یک اختلافی است. مثلا علمای حاضر زمان خب با یک توضیح دیگر اجازه میتن، یک توضیح دیگر اجازه نمیتن این چیزا. لیکن اگر البته به طهارت خونه خوب است. اگر به طهارت هم که خونده با قول بعضی علما خوندنتون باکی نداره. خب فیلم های مستند خوب گفتیم استاد ما 4 مذهب رو قبول داریم اما در نماز ها شرک خود وجود دارد یعنی در همش مثلا مالک دست اگر جایز است انجام داد چه حکم دارد برای ما برادر؟ یعنی که یوسف جان 4 مذهب مثلا اهل سنت و جماعت 4 مذهب برحق داریم ما. خب همه اونها امامای بزرگ بودن، همه اونها اهل علم، اهل فتوا هستند و اصولهای متین ماندن برای مذهب خودشون از کی سرچشمه میگیرد از قرآن و از حدیث پیامبر و از اجماع امت و از قیاس و دیگر اصلهایی که اونها امام گذاشته هستند. خب بنابراین اونها که سرچشمه هاشون یک است و برداشتشون فرق میکنند. سرچشمه قرآن همون قرآن است، همون حدیث همون، لیکن برداشت از حدیث دیگر است، برداشت از همون آیات دیگر است. دو آیات مثلا یک آیت است لیکن این فهمش از آیات دیگر است، این فهمش دیگر است.
یعنی که اختلاف سرش در همین جا است برادران. مثلا یک مثال بیارم برای فهم آسان‌تر شود. پیامبر وقتی که در جنگ بنی قریظه بودن، در جنگ احزاب بودن، بعد جنگ احزاب مثلا مسلمان‌ها که غالب اومدن گفتن که لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظه. پیامبر گفتن که هیچ کس هیچ جا نرود، نماز عصر باید در بنی قریظه خونیم. این میخواد گپ. ببین صحابه ها دو گروه تقسیم شدن برای فهم همین حدیث. برآمدن برادرها طرف بنی قریظه حرکت کردن که نماز عصر شده گذشت، شام قریب نزدیک شده ایستاده است. خب شام نزدیک شده ایستاده است و این صحابه گفتن که مقصد پیامبر این بود که ما همونجا رویم، یعنی که عصر اونجا میخونیم، معنیش اینه که عصر باید این همونجا رفته خونیم، بلکه یعنی که عصر بلکه بنی قریظه رفتن اونجا باید که اونجا رو محاصره کردن، اون یهودایی که ضد پیامبر جنگ اعلان کردن اونها رو باید تار و مار کنیم، یعنی که به معنای هم بود. برای گفتن که آخه ما همونجا رفته شدیم، این وقتی نماز شد باید که عصرمون رو خونیم. گفتن یک گروه دیگه گفتن که نه، پیامبر مقصدش نیست که همونجا رفته خونیم. بنابراین دوم گروه وقت نماز بیرون بردن، یعنی که وقت قضا کردن اونجا رفته خوندن. پیامبر هر دوشم گم نزدن، یعنی که برداشت هر دوشم یعنی که پیامبر توغری دونستن، چون که ظاهری که به پیامبر گرفتن ایناشون معنایی که پیامبر گرفتن، ظاهر و معنای. خب بنابراین همین فرقیتی که در مثلا مذهب ها هست همین خیلی هست، یعنی که در این مسئله ها برادران. لیکن جایی که کدام مذهب منتشر باشه، مثلا ما در تاجیکستان مذهب حنفی داریم برادران، خب در مذهب امام اعظم هستیم، بنابراین همین مذهب را رعایت کردن خوب است، برای خاطر فتنه نشود، برای خاطر کشمکش و بیکار نشود، چون که مثلا مسئله فرعی هست. در این مسئله اگر تو خطا کردم مونیم مثلا یعنی که همین چیز یا خطا باشد یا یک انسان باشد گناهکار حساب نمیشه، چون که مسئله فرعی است. مثلا گیریم که همین روش دست ماندن گیریم، یا اینکه روش دست برداشتن، مثلا بگوش اگر یک آدم مثلا همین گیریم که انوفش بالا موند یا انوف زیر نوفش موند مثلا، فهمیده، نباید که با این کشمکش کرد، تو خطا کرده، این چیز خطا نیست برادر، هر دوش هم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمده است. ما مثلا از طریق حضرت علی همین حدیثی زیر نوف گرفته، مثلا و یا باز حدیث دیگه صحابه گرفته بالی نوف گرفتن، فهمیده. بنابراین دوستان در این مسئله نباید که ما کشمکش کنیم، ما باید که به یک مذهب رفتن اینجا مقصد میزه و خصوصیتش در اون جاست که ذهن انسانی مثلا فتوا گیرنده مشوش نمیشه. این که کتاب آمده هست، فتوا آمده هست، وقتی که هم پرسیدی تو مثلا دلت آرام است، مفتی تام مثلا کتابش معلوم است، و برای همین اساسی برای خاطر چی نشود جنگ و جنجال بین مسلمانان، چون که این حاضر دشمنان همیشه خیلی استفاده برده شدن، حالا که یک خلاف عادی مذهبی است، این خلاف هیچ مثلا بینه در دولت های مسلمانی دیگر، در یک مسجد حنبلی هم شافعی هم حنفی هم مالکی هم نماز بخونن، هیچ کس به هیچ کس کار ندارن. نه این میگه که چرا دست هفته خوندی، نه تو چرا دستت از نوفت بالا هست، نه چرا دستت از زیر نوفت پایان هست، مثلا هیچ کی بهش چون میدونه که این مسئله فرعی هست که اینقدر مهم نیست. مثلا بین نماز مثلا 12 فرض داره و 12 واجب داره، مهم همون سه درجه بجا آوردن است. این دیگه چیزاش نه که چی از سنتی نماز است، سنتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است. بنابراین برداشتی هم علمای دیدم، ما مثلا علمای ما میخوام برداشت کردن رحمت الله علیهم، مثلا مذهب حنفی به همین روش میرویم ان شاء الله. خب اگر انجام دادیم برای ما از شما مثلا انجام تروس برادرم یوسف جون، مثلا روی که تاجیکستان رفتید و دستان پرفتن نماز خودم گفته ما رنگ مالکی ها میخوانم، یا گفته که من رنگ شافعی گفته دستان بالای شکم مونده از نوف بالاتر، چی میشود؟ مثلا شما یک کاری میکنم گفته مسجد بگم که چی او می از جنجال میشود، با یک دادوای میشه بایدش یک خبر میکشد، یک پرابلم برسیدم، یعنی همه چیز جای یگان لازمیش نیست برادر عزیز. خب دعای مظلوم اجابت نمیشه تا چند مظلوم ذلیل‌تر شده ایستادن. برادر دعا یک چیزی هست که نباید که در اون عجله کرد در قبول شوی دعا. ابن القیم در یک کتابش دعای میگه مثل نهال است، همین نهال نو وقتی که میمونی در یک روز میوه نمیتد نهال برادر، و یا آب میتیان نگاه بیم میکنن تا اینکه وای چی شود کلام شد و بعد نهالش تیاد،
دعای هم عیناً همه خیلی از برادران. شاید برای دعای انسان ها سالها دعا میکنن، ماهها دعا میکنن، سالها اشک چشم میریزونن تا اینکه الله تعالی اون دعای اونها رو قبول کنه. برای همین نباید که از این چیز رو حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که یستجاب لاحدکم ما لم یستعجل، دعای شما قبول کرده می شود تا اون دمی که سراسیمه نشود. صحابه گفتن که سراسیمه نشود معناش چی است؟ پیامبر علیه السلام گفتن که سراسیمه نشود معناش این است که دعوت فلم یستجاب لی، دعا کردم به من اجابت نشد، دعا کردم اجابت نشد. خب برای خاطر همین خیلی نشود انسان نباید که عجله کند. خدای ما از ما بنده هستیم برادر. وقتی که بنده شد، مثلا از یک مثال عادی زدم، انسانی که عادی کارگر است نمیتونه که بالای شیف خودش رئیس خودش زوری کنه آوا یگانش به زوری کشیده گرده. خیلی دو بار التماس میکنه یا دو بار میگه التماس رئیس جان رو میگه، لیکن نمیتونه که دو کنه. ما خدا از ما رو آفریده است، ما بندش هستیم و خواجه ما هست. بنابراین ما به همین التماس و دعا و چی خدا مشغول بشیم. الله تعالی ان شاء الله روز از روزا قبول میکنه دعا رو. البته اینجا با شرط‌های دیگر هم هست که اینجا مقصد یکی از شرط‌های قبولی دعا لقمه پاک بودن است، لباسی باید پاک باشد، پولی که کار میکنی پاک باشد، باید شرط دعا مثلا دست برداشتن است. وقتی در دعا باید انسان دست خوش بردارد، خارش نشان داد، ذلیلش نشان داد، کلمه یا رب استفاده بردن در دعا، یا الله یا حی یا قیوم، یعنی که همین چیزا رو باید گفتم که آدابا رو رعایت کنه تا اینکه دعاش هر قدر تیزتر اجابت شد. اینکه فقط به همین دهن خالی اومده ای خدا فلان کار کن گفتن که نمیشود. لقمه حلال چقدر گفتیم ضرور است. وقتی اجابت یافتن در کار است، وقتای اجابتی که در حدیث اومده که مثلا روز جمعه پیش از غروب آفتاب جمعه مثلا، یا که وقتی امام وقتی بالی خطبه برآمدنش بین از اون قامت دعا کردن، در نمازهای شب در سجده دعا کردن، این چیزا رو همش باید شرطا رو رعایت کرد تا اینکه الله تعالی دعا رو تیزتر اجابت کنه. خب جزاکم الله خیرا. استاد در غریبی خودم تنها تراویح حجکت خانم میشه یا تسبیح گفتن لازم است. ولی در مادام تنها خودت باشی چقدر خواهی بتونی نماز خونی، تسبیح این چیزی چیزی تسبیح گفتن ذکر کردن این سنت است برادران. خب میگویی نمیگویی اینش کار تو است. اما رکعت نماز هم خیلی است برادر. حرکت کن 20 رکعت خون، چون که وقتی که صحابه ها بعد از پیامبر جمع شدن، حضرت عمر جمع شدن 20 رکعت خوندن. خب نماز تراویح شونه. نه اگر نتونستی وزبینی کرد تو کارگر باشی میتونی که 8 رکعت خونی، 4 رکعت خونی، 10 رکعت خونی، اینش در اختیار تو است. برادر گفته که در حق ما دعاگو باشه. الله تعالی هممون برای راست خودش هدایت کند، از شرافت امام رو محروم نکند. الله تعالی یک دهه پشت سر کردیم، دویم دهه را برای ما خوبتر استفاده بردن شه، نیکتر استفاده بردن، با قرآن بودن، با دعا بودن، با شب زنده‌داری ما رو الله تعالی پا برجا دارد. خب برادرو این چی است؟ امروز صحبت ما هست. خیلی نمیدونم کدام برادری است که چند بار نوشت که من قرائت کنفته. مایلی برادرو یک چند آیت قرائت میکنیم انشاءالله با به همین مجلس خودمون پوشیده اعلام میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن
الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن
يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. برادرو جزاكم الله خيرا. الله تعالى از اجر این تلاوت ما رو محروم نکند. الله تعالی قرآن را بهار دل ما قرار دهد، قرآن را شفاعت کننده ما قرار دهد و قرآن را قرین ما قرار دهد و قرآن را در دل ما، در قلب ما، در ذهن ما، در عقل ما، در وجود ما الله تعالی جا کنه. تا شب آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیکم برادر.